Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Ching, ching, bling, bling. Got the chatter. You ain't talking money. خب اول بازیکنانی که لازم نیست رو میفروشیم. اونایی که به درد نمیخورن رو میخوام چیکار نگه دارم. گشه میفروشیم و پول بیشتری در میاریم. خب حالا بریم بازیکنان رو بخریم. اول بلینگام اول والورده پیشنهاد بدیم. بلینگام به درد نمیخوره. اونقدر پولو چرا بدم که متاسفانه والوردم قبول نکرد. بریم برای سوبوزلای فکر نکنم قبول کنه. انزو فرناندز. انزو باید قبول. انزو هم به درد نخورد. به درد خورد به درد نخوری به درد نخوری. بارلا 88 سال خیلی خوبه. پیشنهاداش خیلی خوبه. هوش مصنوعی میدونستم بارلا خوبه. خب حالا ویلیام پاچو یا سالیبا. سالیبا بهترین گزینه است ولی اول پاچو رو انتخاب میکنیم. خب متاسفانه قبول نکرد پاچو. میریم سراغ ویلیام سالیبا. قبول نکرد. باید دوباره چند گزینه دیگر رو بررسی کنیم. خب دوباره پیشنهاد میدیم و بازم قبول نمیکنه. ابراهیم کناته فکر کنم بیاد. قیمت خوبی. آره اومد. خیلی خوبه. زوج گواردیول و کناته خیلی خوب میشه. شایدم خیلی خوب جواب بده تو تیم.
وینگر اولیسه، دو ساکا، رودریگو، امبئو، پولیشیچ. فکر کنم اولیسه خوبه، اولیسه رو بخریم بهتره. دوئه هم گزینه خوبیه چون هم سنش کمه هم پول خوبیه که ارزی ندادن. خب اینم قبول نکرد، پس دوئه رو میخریم. دیدی دوئه بهترین گزینه است و خیلی خوبم اومد. سنش هم کمه و میتونه جای پیشرفتم باشه. خب توی آخرین نقل و انتقالات ما رتبه سوم رو داریم. خب بریم برای فینال سوپرکاپ انگلیس. به موقع برای این مشکل داری بینا داریم زحمت میکشیم. گل میزنه و کارت قرمز برای منچستر سیتی همون اول کار رو راحت میکنه برای ما. کیلیان امباپه ضربهش رو میکشه یا نه؟ بله گل. گل اول برای لیستر. یه موقعیت دیگه گارناچو. ببینیم ما تو چی کار میکنه. گارناچو پاس برای امباپه، یه ضربه توی یه موقعیت دیگه برای لستر. پاس برای امباپه. کیلیان امباپه گل دوم. و دبل امباپه بازی میشه 2-1. یه موقع برای منچستر دیگه بازی ارلینگ هالند بازی میشه 3-2. گل چهارم برای لستر بازی میشه 4-2 و تمام. کیلیان امباپه هتریک هم رد میکنه. برنده میشه اینجا. این بازی هم خودکار میزنیم. فقط بازی های مهم مثل لیگ قهرمانان اروپا رو میره، اونایی که هیجان زیاد به درد بخور باشه. خب میریم برای قرعه کشی لیگ قهرمانان. خدا کنه تیم از گربی نباشه. تا اینجا خوب بود. بازم اینتر، رئال مادرید. دو تا گویاش رئال و اینترن فقط. این بازی خیلی مهم نیست چون تیم مقابل زشونه 100% میبریم. بیام 3-4 تا زدیم. منچستر مساوی کرده
بارسا برده، لیورپول برده، رئال مادرید برده، پاریس، تمامی تیم بزرگ برده به جز سیتی و اولیم. عالیه. میریم برای بازی رئال مادرید لستر سیتی در لیگ قهرمانان اروپا. یه موقع برای رئال مادرید، کاماوینگا ضربه رو میزنه و توی دروازه. گل اول برای رئال. یه موقعیت دیگه برای رئال مادرید، دیمارکو یه تکل عالی از بازیکنان لستر و توپ رو میره. یه موقعیت دیگه دیمارکو و بازم تکل خوب. یه موقعیت برای لستر، موقعیت خوب، موقعیت عالی، پاس برای امباپه، کیلیان امباپه ضربه رو میکشه آره و توی دروازه و بازی میشه 1-1 مساوی. یه موقعیت دیگه برای لستر، یه موقعیت، پاس، نه، ضربه رو میکشه و گل دوم برای لستر. چه گل بارونی میکنه لستر. یه موقعیت دیگه برای لستر، گواردیول پاس برای امباپه، کیلیان امباپه، گل میشه یا نه؟ یه ضربه، چه توپی رو گرفت دروازه‌بان. یه ضربه دیگه برای دفاع معامله بود شد. تمام نشده یه موقعیت دیگه، جیمز گیبرلی و گل سوم. یه موقعیت دیگه کیلیان امباپه از همونجا میزنه توی دروازه. چه ضربه ایستگاهی میزنه کیلیان، اونم تیم سابقش. و تمام بازی 4-1 به نفع لستر. کیلیان امباپه بهترین بازیکن زمین. برو بیرون. و صدر جدولیم تو لیگ قهرمانان. چند امتیاز ناچیز از منچستر سیتی هم عقبی. A few moments later. بریم برای فینال جام حذفی. کیلیان امباپه 2 گل، گارناچو 2 گل و امباپه هتریک و قرمز هم میگیره منچستر سیتی. چه برده با شکوهی. کیلیان امباپه هم آقای گل میشه تو جام حذفی. خب بریم برای بازی رفته 8 نهایی. با اینتر افتادیم و چه تیمی خدا وکیلی 3-1. اینجوری پیش بریم 100% قهرمانی. کیلیان امباپه به عنوان آقای گل لیگ قهرمانان مسلط است. کیلیان امباپه به عنوان برترین گلزن لیگ قهرمانان اروپا با 11 گل ظهور کرده است. دقیقیت بالای او در گلزنی این بازیکن فرانسوی را به کابوسی برای خط دفاعی حریف تبدیل کرده است، در حالی که امباپه همچنان در سطح خبرهای لیگ قهرمانان اروپا قرار دارد. این بازی را 100% میبریم. 3-1 جلویم و پدرو پارو و تمام 3-1 4-1 شد.
یک چهارم نهایی چلسی رو میبریم، اونم با کارت قرمز. A few moments later. خب بریم برای آخرین بازی لیگ. دکلاواس، گارناتو و تمام و برنده لیگ هم میشیم با 105 امتیاز، تقریبا 3 امتیاز بیشتر از منچستر سیتی. بریم برای فینال فاکوپا. چرا همشون با فینال منچستر سیتی؟ 2-1 2-2 میریم ضربات پنالتی و 4-3 ضربات پنالتی میبریم. عالی، چه تیمی بستیم خدا وکیلی. فینال لیگ قهرمانان با منچستر سیتی. عجب، عیب نداره، میریم برای بازی لیگ قهرمانان اروپا رو هم میگیریم. یه موقعیت برای لستر، پنالتیه، کارناتو رو میکشه توی دروازه و گل اول برای لستر سیتی. یه موقعیت خوب کلیان از همون روزه رو میکشه ولی گل بشو نیست. یه موقعیت برای منچستر، ایلی هالند از همونجا میکشه ولی گارسیاس کنانه گل شدن توپ میشه. کلیان امباپه پاس برای استیون با این توپ چی کار میکنه؟ همینجا میزنه. چه ضربه بازی میشه 2-0. یه موقعیت برای منچستر، جرمی دوکو ضربه رو میکشه ولی دفاع میگیره. یه موقعیت دیگه جرمی دوکو برای ارلینگ هالند و بارسا خیلی خوب خودشو رسون. یه موقعیت گواردیو، چرکی ضربه توی دروازه. 2-1 و تمام. لستر سیتی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا. آقای گل کیلیان امباپه، پاس گل دیاگو سیلوا. ببین از کجا به کجا رسیدی. حقمون بود خدایی. Krusty Krab, this is the Krabby Patty. And now you, the humble employee of the... چالش باشگاه ها لازیو میبره. بریم برای جام بین قاره‌ای. کاشیما بازی میکنیم، رد میکنیم. اینم کیلیان امباپه، بارلا، کیلیان امباپه، امانوئل و 6-1 میبریم. اسم تیم رو نگاه، پیلیادلپیا هرچی از خوردیم قهرمان میشیم. اینم عالی. خب بریم برای جام باشگاه های جهان. اگه اینم ببریم 7 گانه رو میبریم. تا الان 6 گانه بردیم، اینم ببریم 7 میشه. عجب تیمی بستی.
Krusty Krab, this is the Krabby Patty. And now you, the humble employee off the